به نام خداوند توانا و دادگر. سلام هموطنان عزیز، امید است که جور و صحت و سلامت و سر حال باشین. برنامه تمرین هست و ما جهت ثبت این برنامه به یکی از کلاب های شهر کابل آمدیم تا اینکه یک برنامه خوب و عالی و جذاب برای شما از رشته ورزشی کونفوتوا تهیه داشته باشیم. بدون شک جوانانی که تمرین میکنن، ورزش میکنن، صحت و سلامت و سر حال میباشن. شما هم جوانان عزیز تمرین کنین، ورزش کنین تا اینکه قدرتمند باشین و در تصمیم گیریتان بتوانین که خوبتر تصمیم بگیرین و خوبتر بدرخشین. ما در برنامه تمرین روی موارد مختلفی میپردازیم. ابتدا میرویم تاریخچه این ورزش را با هم تماشا میکنیم و دوباره در حضور شما برمیگردیم. ورزش کونفوتوا. ورزش کونفوتوا یکی از هنرهای رزمی نوین است که ریشه آن به ایران باز می‌گردد. این سبک رزمی در سال 1350 هجری شمسی توسط استاد ابراهیم میرزایی پایه‌گذاری شد و با الهام از برخی اصول هنرهای رزمی شرقی به ویژه کونفو به عنوان یک سیستم مستقل رزمی شکل گرفت. کونفوتوا از آغاز تنها به عنوان یک روش مبارزه در نظر گرفته نشد، بلکه هدف آن پرورش همزمان جسم، ذهن و شخصیت انسان بود. کونفوتوا ترکیبی از تمرینات قدرتی، سرعتی، انعطافی، تکنیک‌های دفاعی و حرکات رزمی منظم است. این هنر رزمی بر نظم، تمرکز، اراده، کنترل تنفس، اعتماد به نفس و احترام به دیگران تاکید دارد. پیروان این سبک باور دارند که یک رزمیکار واقعی تنها با قدرت بدنی شناخته نمی شود، بلکه باید از نظر فکری و اخلاقی نیز رشد کند. به همین دلیل کونفوتوا برای بسیار از علاقمندان بیشتر از یک ورزش، یک روش تربیت فردی و شیوهی برای رشد جسم و روح به شمار می رود. کونفوتوا در طول سالها گسترش یافت و از مرزهای ایران فراتر رفت. با فعالیت مربیان و علاقمندان به این رشته، این سبک در برخی از کشورهای اروپایی، امریکای شمالی و دیگر مناطق جهان نیز معرفی شد. هرچند کونفوتوا مانند برخی هنرهای رزمی مشهور جهان پیروان بسیار گسترده ندارد، اما به دلیل ویژگی‌های خاص آموزشی، فلسفه رزمی و ساختار منظم خود توانسته جایگاه ویژه‌ای میان برخی علاقمندان هنرهای رزمی پیدا کند. بیننده های عزیز، تاریخچه را با هم تماشا کردیم. حالا در این قسمت برنامه صحبت می داشته باشیم با استاد کلاب در رابطه با رشته ورزشی کونفوتوا. ببینیم که این ورزش چگونه است. سلام استاد، خسته نباشین. ابتدا خود به بیننده ها به معرفی بگیرین و در رابطه با رشته ورزشی کونفوتوا یک معلومات بدین. به نام خداوند بخشنده و مهربان، نادر نبرد هستم، یک تن از قهرمانان جنوب آسیا و در ضمنش مربی تیم ملی کونفوتوا. بسیار عالی. استاد، در رابطه با رشته ورزشی کونفوتوا برای ما بگین که چگونه یک ورزش است و تفاوت چون با ورزش کونفو چی رقم است و نسبت به ورزش های دیگر چرا این محبوب است؟ ورزش کونفو یک ورزش است که رزمی آزاد است. دیگه دست پای پروفشنال هم کار میشه و آماتور هم. دیگه رشته است که رشته تاپ است در سطح افغانستان. خب، از چه زمانی در این رشته شما فعالیت میکنین و به این رشته روی آوردین و چی تجربه دارین در این رشته؟ مدت 10 سال میشه که در این ورزش تمرین میکنم تحت نظر سازوبید جلال، رئیس خود فدراسیون خود المپیک بود. دیگه فعلا حالا یک کلب را جور کردیم. مدت 1-2 سال میشه که بیش از 4 قهرمان را تربیت کردیم که نام خدا سطح کمربند گرفتن. دیگه باعث افتخار کل ما شماست که در 2 سال زحمت زیادی کشیدم سر قهرمانو که توانستم که 1-2 کمربند در کلب مجتمع بیارم. بسیار عالی. یعنی دستاوردتان تعلیم و تربیت نسل جوان در رشته ورزشی بوده. بسیار خوب. و دستاورد شخصی خودتان چی بوده در این مدت 10 سال؟ دستاورد خودم مسابقه جنوب آسیا 2 دور مسابقه که رشته تانسودو مسابقهش برگزار شده بود. توجه توانستم مقام اول بگیرم. یک بار دیگهش بنگلادش بود، دوجه هم توانستم مقام اول بگیرم. دیگه ورزشی است که ناپس. علاقمندی جوانا به این رشته ورزشی چگونه است؟ نام خدا علاقمند برای رشته کونفوی که داریم نام خدا زیادتر است نسبت به دیگر رشته. دیگر رشته را سرچ کردن نمیتونم، مگر رشته خود ما کس جوانایی که اینجا به ثبت نام میه به شوق علاقه خودشان رشته را انتخاب میکنن میان به تمرین. بسیار خوب. استاد، در رابطه با ویژگی های یک ورزشکاری که در رشته کونفوتوا فعالیت میکنه برای ما بگین که چی ویژگی ها را باید داشته باشه؟ ویژگی خاص دارن. از هم اولتر
یک ورزشکار باید شکسته باشه، نمازخوان با تقوا باشه، اون وقت یک ورزشکار واقعی میبره. غرور ریج به انسان، به ورزشکار نمیزیبه، به یگانگی خداوند میزیبه که همه چیز از اوست. این ویژگی های اخلاقیش از ویژگی های فیزیکی ورزشکار برای ما بگین که در این رشته همون ویژگی های فیزیکی را داشته باشه تا اینکه خوبتر بدرخشه. ویژگی خاص طبعا سند ساله که در او ایجاب میکنه در این رشته که هستن. سند هم مهم نیست، خب منتها در این وزن هر چقدر وزنش بالاتر باشه میتونه در رشته کانفو در این فیزیک تمرینی که میتن چست سوار میباشن، چست و چالاک باشه، هوشیار باشه تا اینکه حرکاتی که از طریق رقیب و طرفش پرتاب میشه دفع کرده بکنه. بله. ارتباطات شما با فدراسیون این رشته چگونه است؟ ارتباط هست، کدشان ارتباط داریم. همین یک هفته قبل مسابقه را برگزار کرده بود رفیق رسولی، توانستیم قهرمانایی داشتیم که اوجا 2 دانه تندیس به حساب کب، شاگردکان بسیار تاب ناب خوب، بسیار مسابقه جالب کرد دیگه. یک باخت داشتیم دیگه، 4 برد، بسیار خوشایند بود روابطشان کدشان هستیم. یک مسابقه دیگه هم هستن که از طریق خود فدراسیون برگزار کردن، انشالله تاریخ 13 ماه دیگه بخیر برگزار میشه. در او هم آمادگی خاص 3 کمربند سر شاگردان گرفته که انشالله پیش برن نتیجه بگیرن. خواستتان را از ریاست فدراسیون این رشته داشته باشیم که چی خاص دارین و امکاناتی که در دسترس دارین براتون بسنده است یا خیر؟ خاص انشالله رئیس فدراسیون ما آدم نیکی است دیگه، انشالله که در کانتاکت برنامه هستیم. تو آدم نیستن که خدای نخواسته خوری باشه یا دیگه باشه، انسان‌های درست هستن و در ضمنش خودم به حساب مربیشان که هستم، در جلسهشان در برنامهشان که اشتراک میکنم ازشون راضی هستم انشالله. سلامت باشین استاد. قربانتون. بیننده های عزیز، صحبت های ما را در رابطه با ورزش کانفوتوا از استاد شنیدین که صحبت کردن در رابطه با دستاوردشان، در رابطه با اینکه شاگرداشون فعالیت داشتن، موفقیت داشتن در مسابقات. بدون شک هر ورزش ضامن سلامتی، ضامن عزیز که ما را قدرتمند میسازد، ضامن عزیز که ما تصمیم درست میگیریم، ضامن عزیز که ما در مقابل حادثات روزگار خوبتر بدرخشیم و او را دفع بسازیم. صحبت های ما را با استاد شنیدین. حالا یک وقفه کوتاه می داشته باشیم و دوباره برمیگردیم در حضور شما با چهره های ورزشی صحبت می داشته باشیم. حرکت عبدالیا چاکی که تبدیل به امتیاز میکنه، شروع بسیار خوب ضربات پیهم تمام شد و آزاده به مقام قهرمانی وزن منفی 55 کیلوگرم رسید. بیننده های عزیز، شما را به ادامه برنامه تمرین خوش آمدید میگیم. حالا در کنار ما 2 تن از چهره های ورزشی است که با ایشان صحبت می داشته باشیم در رابطه با دستاوردها و فعالیت هاشون. سلام، خسته نباشین. ابتدا خدا به بیننده های ما با معرفی بگیرید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت شما و بینندگان عزیز. من بلال ربانی زاده هستم که یک تن از ورزشکاران 3 مسابقه کردیم در وزن 52 کیلو. بسیار عالی. از چه زمان شما به رشته ورزشی کانفو روی آوردید؟ مدت 2 سال میشه که تمرین میکنم پیش زیر تحت نظر استاد نادر نبات و استاد بای محمد مبارز. بسیار خوب. بلال عزیز، در رابطه با دستاوردها و کمربندتون صحبت داشته باشین که این کمربند از کجا گرفتین و چقدر ارزشمند است برای شما؟ این کمربند ما بسیار ارزشمند بالا داره که از ولایت لغمان گرفتیم. بسیار خوب. چند مسابقه را پشت سر گذاشتید تا که به این کمربند دسترسی پیدا بکنید؟ 2 مسابقه را به سر انداختیم تا که به کمربند برسیم. چه خاطره داره از حریفایی که با اونها مسابقه کردید تا که این کمربند به دست بیارید؟ خاطره است که دیگه خاطرم در مسابقه یک ذره روی چیز میاد. با رویای مثبت رفتین؟ بله. بسیار خوب. در رابطه با مدالتون صحبت داشته باشیم باش که ببینید ما از این مدال ببینن. مدال اول هم هست. این مدال از المپیک گرفتیم که دوران فایت کردیم در نمره عریف خدا شکست. عضویت تیم ملی را دارین؟ بله. بسیار عالی. چی آرزو دارین که در آینده چگونه یک ورزشکار شوید؟ یک ورزشکار شویم به هموطنان ما کمک کنیم. بسیار عالی. شما را در زمینه ورزش کیها تشویق کرده؟ پدر جانم، کاکا جانم، مادرم. بسیار عالی. پیام تا داشته باشیم برای وطندارا، برای کسایی که هم قطار خودت هستن، همسن شما هستن، یک پیامی بسیار خوب تا داشته باشیم تا اینکه اونها هم به ورزش روی بیارن. تشکر میکنم از رئیس و بنیانگذار مجتمع ورزشی الحاج محمد اسماعیل ربانی زاده
که کاکا میشه که کلاب ما چیز جور کرده که تمرین کنیم و پیام به دوستایی است که ورزش کنن، ورزش فایده داره. سلامت باشین. بیننده های عزیز، حالا در کنار ما دیگر ورزشکار هست، دیگر چهره ورزشی است که بسیار جوان خوش‌سیما که دارای 2 کمربند هم است. سلام، شما هم خسته نباشین. خدا به بیننده های ما به معرفی بگیریم. سلام عرض ادب خدمت شما بینندگان عزیز. محمد یوسف سعیدزاده هستم، یک دانه قهرمان 50 کیلوگرم. مدت 5 سال تمرین میکنم تحت نظر استاد وفای جلال استاد نادر نوبت و استاد بای مبارز. نو مسابقه دادیم 7 موتور 2 پروفشنال. بسیار عالی. در رابطه با کمربندهایی که فعلا دارین به بیننده ها بگین که اینا را از کجا گرفتین و چگونه توانستین که به این کمربندها دسترسی پیدا بکنین؟ مدت 5 سال که تمرین میکنم، سرچو زیاد زحمت کشیدیم. یکش از کابل از کمپ BFC کیفیف بود، یکش از لغمان ولایت لغمان. در رابطه با یک معلومات بده برای بیننده ها که ایرا از کدام جا گرفتین و چقدر مسابقه کرد تا که به دسترسی پیدا بکنین؟ مسابقه پنجم بود که من ایرا گرفتم از ولایت کابل، از کدام سازمان؟ سازمان کیفیف. بسیار خوب. در رابطه با این کمربند دیگرتون برای بیننده ها بگین. ما این کمربند باش در شانه خودم بگیرم و هم وایسا ورزشکار شیم. در رابطه با این کمربند برای ما معلومات بدید. کمربندم مدت 4 ماه تمرین کردم که به دست بیاورم، از ولایت رحمان گرفتم. بسیار خوب. کیا شما را تشویق کردن تا اینکه در رشته ورزشی کانفو شما دستاورد داشته باشین و بتوانین که خوبتر بدرخشین؟ پدرجانم، مامایمشون، کاکایم. بسیار عالی. پیام تا داشته باشین برای وطندارا، برای کسایی که شما را از طریق رسانه ورزشی افغانستان میبینن. یک پیام خاص دارم از پدرجان، مادرجان، همیشه بنده را تشویق میکنن و اسپانسر بودن و پیام به شما قهرمانان دارم، همیشه ورزش کنیم، ورزش یک سلامت انسان. سلامت باشین. قربانتون باشین. کمربندتون را تسلیم بکنم. بیننده های عزیز، صحبت های ما را با چهره های ورزشی تماشا کردیم. بدون شک هر ورزشکار که زحمت میکشه حاصل زحماتش میبینه و حاصل زحمات یک ورزشکار اونمو کمربندش است، اونمو مدالش است، اونمو لبخندی که به لبان وطندارا میاره اونمو است. بدون شک بر علاوه ای که این دستاورد است برای یک ورزشکار، صحت و سلامت میباشه، قدرتمند میباشه، فیزیکش سالم میباشه و میتونه که یک فیزیکی بسیار خوبی داشته باشه. بیننده های عزیز، صحبت ها را شنیدیم. حالا می رویم بخش تمرینات که توسط استاد به نمایش گذاشته می شود با هم تماشا میکنیم. Stop! بند پای دورانی نه آب چرخشی میچرخونی. نام خدا. ماشاءالله برعکس سمت بعدیش تکان بده پای خود. حواس به پای بعدی برعکس بشوری به سر. تکان بده. باشه آماده است انشالله. نام خدا. سر بشی بشه میتونه آرام رو میری. آماده باش. برو تو کش کن. یا باشه تو. از سر. یا باشه. یا ماشاءالله
شما اساس شما نام خدا پیش بره که بخیر سر پایشه. حالا چی میکنی؟ گارد جمع است. پای چپت پیشوری است مکمل مشتای گراد بازید. مکمل مشتای گراد چی میکنی؟ چهار طرف مندازی. خدا دب نمیگیری. دوستا در حالت نه. گارد جمع است مکمل مشتای گراد. تاش طرف میری. خود مکمل مشتای گراد تا چی میکنی؟ اشانه اعلام میکنی. چدی چپالا نمیری. گارد جمع است.
فهمیده شد بچه؟ آماده وای پیشونی لنگر تا به سر میری حرکت میری برو بخواه شیرم شما رو بگیرم برای بالا بالا لنگر پیشونی پای به سر برو نفر بری آینه میکنه برن سر سینه بالا دست بدی بسیار آرام آرام کار میکنی برو شروع بخیر کار کن بزن برو بخیر کار کن نام خدا ماشاءالله خوبش بسیار یک لغت محکم خوبش نام خدا خوبش کلش نبره حسین متا ماشاءالله خوب دست گرد تا جمع میگی باشیم هردی آی نام خدا خوبش جمع باش باشیم خوب دست پای کار کن ماشاءالله متی جان نام خدا یوسف جان قهرمان تیم ملی امرا با متین جان هم نام خدا خوب مسابقه شام بود تردیش خوب یک برد بسیار مقبول کرد ماشاءالله خوب یک یاد کیتو مقبول ماشاءالله کار کن نام خدا ماشاءالله نام خدا بشان ماشاءالله یوسف بسیار یک لغت مقبول دو نمره ایزی ماشاءالله استاپ ماشاءالله دو نمره ای برو بخیر شروع دست بده نام خدا خوبش ماشاءالله بسیار عالی کار کن نام خدا خوبش جمع ماشاءالله کار کن خوبش رضا برا دست تو ملو کن خوب دست پای ماشاءالله خوبش صحیح پای تا برسون بچه متی برو خوبش نام خدا ماشاءالله بچیم کار کن خوبش نام خدا یوسف جان ماشاءالله بچیم وای نام خدا برو متی نام خدا کیش وزن 80 کیلو یکم 60 کیلو بسیار یک فایت منظم آرام وزنت بالا سیار جان آرام کدش کار کن نام خدا در وزن خود نام خدا در وزن 90 کیلو خوب است مگم حریف 60 کیلو هر دوش خوب مبارزه میکنن سیار جان و علی جان کردوش نام خدا کمربندی را گرفتن از ایران نام خدا خوب مبارزه فایت بسیار عالی منظم کردن نام خدا ماشاءالله قهرمانا بسیار مقبول کلش نمره آرام جمع باش خوب جمع باش باشیم نام خدا بسیار مقبول در زد نمستش ما سر تا پا نکه باشیم اینم تو ماشاءالله در این انداز سرش نام خدا خوبش ماشاءالله اینم تو نام خدا سیار جان بسیار به یک ضربه مقبول نام خدا علی جان تام ماشاءالله خوب جمع باش باشیم نام خدا خوب یک برآمد عالی هستن سیار جان ماشاءالله علی خوب مشتاق پای در پای ماشاءالله بسیار مقبول نام خدا ماشاءالله بسیار مقبول نام خدا قهرمانا ماشاءالله جمع هاپا احتیاط بس حساب بیننده های عزیز بخش تمرینات را با هم تماشا کردیم در این قسمت در رابطه با تغذیه ورزشکاران پیش از تمرین و بعد از تمرین با استاد صحبت داشته باشیم. استاد در رابطه با تغذیه ورزشکاران پیش از اینکه به تمرین و کلب میآیند صحبت داشته باشیم که ورزشکارا چی بخورن که تا اینکه بتوانند خوبتر تمرین بکنند. در نخست اول وقتی که زمان تمرینی میشه باید 2 ساعت پیش هیچ چیز نوشابه غذا باید نخوره چون معده میگیره نمیتونه دب میشه تمرین کردن نمیتونه باید استوار بشن باز زمانی که تمرین که خلاص شدن بخیر باز رو سنخانه که رفتن باز میتونن که یک شیر یا اوقات غذایی که ما شما در خانه هرچی که تهیه کردیم
میتونه که بخورن، پس انرژی خود پس به دست بیارن. رشته ما که است یک روز بعد است، مثلا روزا جفت از شنبه، دوشنبه، چهارشنبه دفتر 3 روز تمرین است، یک روز تمرین کنن، یک روز دیگه تعطیل کنن، پس انرژی خود به دست بیارن، برای سباش دوباره پس بیان ورزش خود شروع کنن پر انرژی. بسیار عالی. بر علاوه ای که شیر یا غذاهای مقوی استفاده میکنن، خوبترین غذایی که در وطن یافت شود و از وطنی باشه استفاده بکنن ورزشکارا که برشون مفید تمام شود تا که انرژی از دست رفته شونه دوباره بگیرن. از هم اولتر بازم در نخست میتونن که مایات خود دوباره پس بگیرن. زمانی که یا تمرین میکنن عرق میریزن، مجبور بر سبای خود دوباره پس همین انرژی عرقی را که میریزن دوباره پس مایات بخورن، مثلا شوربا یا یخنی که در خانه تهیه میکنن یک ذره شورتر باشن بخورن و غذای قوی که پر انرژی یک ذره بسازیشون. یک ذره وضع اقتصاد افغانستان و خانواده یک ذره ضعیف است، یعنی باید بلومون کلی از طرف صبح مکمل پاچه، شیر، خرما، هیچ چیزایی را بخورن، غذای قوی باشن. بله سلامت باشین. قربانتون. بیننده های عزیز، صحبت های ما را در رابطه با تغذیه ورزشکاران پیش از تمرین و بعد از تمرین با استاد تماشا کردیم. بدون شک کسانی که تمرین میکنند فردا تحسین میشوند. شما هم ورزش کنین. ورزش شما را صحتمند، سرحالتر، سلامتتر میسازد. تا ما ورزش نکنیم بدن سالم، صحتمند نمی باشیم. بنابراین از همه خانواده ها خواهشمند هستیم که فرزندانشون را به کلاب ها بفرستند تا که ورزش بکنن، خوبتر، بهتر بدرخشند تا که درس را بهتر بگیرند. این بود داشته های برنامه تمرین که تقدیم حضور شما شد. تا هفته آینده شما را با یک برنامه جدید به الله متعال میسپاریم.